میخوایم امروز آب گوشت ماهیچه درست کنیم. آبو رو گذاشتیم داخل زود پس، گوشتا، پیازا، نمک و فلفل و دنبه و زردچوبه و اینا داخل زود پزه تا پخته بشه. سیب زمینیه میخوایم داخل آب گوشتمون بکنیم. این هم آب گوشتمونه. این قسمت در زود پزا بستیم تازه، حدودا یه 4-5 ثانیه از سیری زود پزا روشن کرد. زمینی رو داخل آب گوشت ریختیم. سیب زمینی ها اینم دوم بشه، اینم سیب زمینیه، اینم ماهیچه، آب گوشت ماهیچه همراه با سیب و کمی هم قوره ریختیم پاش، در حال قلیدن تا آماده بشه و سرو بشه. جا همتون خالی. گوشت با قوره. این هم چاییه بعد از نهار. امرو آب گوشت پختیم. آب گوشت ماهیچه با سیب زمینی و قوره. بعد هم چای درست کردیم، چای با پولکی و گل محمدی هم داخلشه. جا همتون خالی. و علا محمد. مادرم چی جوری بود؟ خیلی خوب بود. دوست داشتی؟ بله.